الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. عزیزان گرانقدر، با امید قبولی طاعات و عبادات الله متعال روزه و نماز همه ما شما را مورد قبول خود قرار داده باشه. ما امروز یک پروگرام داریم که میخواهیم از طریق بنیاد خیریه باران رحمت برای بیچاره‌ترین و فقیرترین افراد جامعه ایدی بتیم و ان شاء الله که از این طریق میخواهیم یک لبخند بر لبان خشکیده هموطنان بی‌بضاعت خود بیاریم و شعار باران رحمت همی است که باران رحمت پل ارتباطی بین شما و بین مستمندان است و باران رحمت آورنده لبخند بر لبان هموطن مستمند و فقیر می باشد. شما ما را تعقیب کنید انشاءالله که از برنامه ما لذت ببرین و ما کوشش نهایی ما می است که یک خنده بر لب یک هموطن خود بیاریم و یک ایدی از طریق باران رحمت برای هموطنان فقیر خود هدیه کنیم. حالا بیا اینجا. ایدی سلام علیکم. بیا اینجا. یک لبخند خوب بزن. ایدی به من گو حاجت خود را اجابت میکنم مانی. بیا داری. بیا اینجا. یک دفعه بگو باران رحمت. پیش بیا. پیش بیا. بگو باران رحمت. یک خندام کو. روشن کن حسابت را بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من چه خوردی روزی امروز برو را یو زلوای باران رحمت. باران رحمت. یک خندام کو. اینه ایدی. سلام علیکم. بیجا. یک دفعه بگو باران رحمت. باران رحمت. یک خندام کو. اینه ایدی. خداحافظ. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من اگر عمری گناه کردی بیجا. پیش بیا. بگو باران رحمت. بگو باران رحمت. یک خندق کو. ایدی. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرد یک بریک بزن. یک بریک. کلید استجابت را بیا یک لحظه یک باران رحمت خوب بگو. یک خندق کو. باران رحمت. خداحافظ. وای باران رحمت. و خندیگا. بگو باران رحمت. یک خندق کو. یک خندق کنی؟ خیر بیم خدا بخیر برکت تو دینا خیر برکت. سلام علیکم. څنګه ورور؟ صدقه ده. یو زلوای باران رحمت. یو زلوای باران رحمت. درد ببو باران رحمت. و خندگا. دغه د واخل ایدی. سلام. بیا یک لحظه با ما باش
پیدا کردنش با من. وای باران رحمت. ماما یا ور وای باران رحمت. باران رحمت. یا ور وخنده کنه دغه دیدی که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، مانی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با. ماما یو ځل وای باران رحمت. وای باران رحمت. باران رحمت. دا ایدی واخله دغه مالک ته ورکه. یک دفعه باران رحمت بگو. بگو باران رحمت. بگو باران رحمت. یا خنده کو. توفیق دی. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت. وای باران رحمت. وای باران رحمت. ماما بیا جا. یک دفعه باران رحمت خو بگو. بگو باران رحمت. خندام کو. بیا یک باران رحمت خو بگو. دلت را خانه ما کن. حالا که دی خورشه. وای باران رحمت. بخند دیگه دقیقی دید و اخلا بخند دیگه کنه. بیجه بچیم. بگو باران رحمت. وای باران رحمت. دقیقی و اخلا بخند دیگه ایدی دیگه خواه. بیجه بچیم. بگو باران رحمت. خنده کو. ایدی بیتم تا. بگو باران رحمت. باران رحمت. وای باران رحمت. دقیقه ایدی دی واخله. بخند دیگه کنه. دقیقه ما تا وګوره. بخند دیگه. بخنده کنه. خنده وکړه. وای ماشه. کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، مانی طلب کن. باران رحمت زنده باد. بگین ایدی تا خنده خو بچین. خداحافظ. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی. چطور هستی؟ فارسی میگی پشتو؟ چطور است کاروبار؟ شکر است. یک دفعه خب باران رحمت بگو. ایدید اینه که دیگه هم بگی به تو دوتا میتین. خدا حافظت. یا خنده کن در پایین رو خنده میکنی تو در 1000 خنده نمیکنی.
اکبر یا ور وای زنده باد باران رحمت. زنده باد باران رحمت. دغه واخله یو خندا خو که مسکا خو که ایدی دغه یا ور خوای باران رحمت. باران رحمت. دغه واخله ایدی تم راشه وای باران رحمت. وای باران رحمت زنده باد. دغه یو مسکا خو که کنه. الله حافظ. مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من یا واری خوای زنده باد باران رحمت. زنده باد. وای باران رحمت امر سره. باران رحمت. ها څنګه ای نور کاروبار څنګه ده؟ ولا کاروبار نشته اساسي شي. ها دلته روزګار څنګه گزاره کیږي کنه کیږي؟ گزاره نشته دغه د تا ته 1000 روپۍ درکوم ښه؟ خیرات. دغه ایدي ده د باران رحمت لخوا. مننه یې. مننه. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش ماما بگو باران رحمت. بگو باران رحمت. وای باران رحمت. باران رحمت ده دختر. چه میخواهی مهیا کردنش با من بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من چه خوردی روزی امروز ما بجوچ شکر نعمت کن بگو باران رحمت زنده باد. چی بگو؟ باران رحمت زنده باد. باران رحمت زنده باد. یه خندق کو. بعید کالا گرفتی؟ نه والا. یعنی ایدی سایز؟ خوش شدی؟ نه دیگه تشکر. برو بخیر. بیا تو هم بیا. دغه بگو باران رحمت زنده باد. باران رحمت زنده باد وای. باران رحمت زنده باد. زما خدخه. بچه که ما میگم چی میگه دستای مرا ماچ کرده. الله اکبر. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش چرا قارسی بابا جان؟ اگر خنده کو خداوند مهربان است. چطور هستی؟ کجا روان هستی؟ یک دفعه خوب بگو باران رحمت. باران بشک. اینی ایدید از طرف ما. صحیح؟ اینه که دیگه هم تو را میتم. 1000 دیگه 500 دادیم تو را 1000. خدا قبول کنه. دنیا و آخرت. کسایی کمک کرد با بابا دعا کو. دنیا و خداوند تو را خیر بده. خنده که دیگه حالا خوش شدی یا نه؟ ان شاء الله خداوند ای برکت برته. خیر بینی. خدا نگیرد. الله حافظ. الحمدلله الله متعال جهان سپاس باش خیر بازور ایدید کن. الحمدلله ثنا و صفت ذات اقدسه که ما را لایق یک خدمت دیده. بسیار زیاد خوش میشه آدم به لب یک هموطن یک لبخند میبینی که بسیار زیاد وضعیت خراب است. یک نفر میبینی یک دکانک خورترک ماندگی است، فقط چند بوتلک هوا است دوجه ایتر روز خدا میچلان. و جهان سپاس از تمام کسایی که کمک میکنن و ما را وسیله ساختن. این نعمت الله متعال است. ما هیچ احساس خستگی الحمدلله نمیکنیم. تیم ما برادرایی که دیگه کار میکنه، خواجه صاحب
کار میکنه، تمام تیم ما که اینجا کار میکنن الحمدلله کل زیاد چه احساس خستگی نمیکنه و من خودم شخصا قلبم بسیار زیاد راحت میشه که پیسه شما را، کمک شما را در دست یک هموطن بی بضاعت، یک مسکین میتم. از الله متعال اجر جزیل پاداش بیکران بر همه کسایی که در این بنیاد خیریه کار میکنن و کسایی که مساعدت میکنن و کسایی که از طریق ما لبخند بر لبای خشکیده یک هموطن میارن سپاسگزاری میکنم. الله متعال بدیلش در دنیا و آخرت به همگی دوستا، چی کسایی که کمک مالی میکنن، چی کسایی که کمک فیزیکی میکنن و خود حبیب جان قن که زحمت شبانه روز میکشه، فیلم میگیره و احساسات و هی حالت تمام هموطنان در پرده میکشه بر شما و نشان میده. در دستایش برکت بفته، الله متعال اجر جزیل نصیبش کنه. دیگه بسیار زیاد خوشحال هستم الحمدلله تیم داریم که دعوتطلب هستن، همه ایشان به خاطر رضای الله متعال کار میکنن و مزد پاداش خدا از الله میخواهیم و هیچ تقاضای مادی نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.